برخی ها او را شیر بچه پنشیر لقب دادند، برخی دیگر عامر جوان، عده‌ای هم نام امیر را به او نهادند. احمد مسعود فرزند کسی است که در افغانستان لقب قهرمان ملی را دارد. او این روزها به نماد مقاومت در برابر سلطه طالبان تبدیل شده است. احمد مسعود 32 سال دارد. در ورسج تخار در اوج جنگ های داخلی که پدرش یک طرف قضیه افغانستان بود، دیده به جهان گشود. اما تنها 12 سال داشت که بار مسئولیت بزرگ به شانه هایش گذاشته شد هنگامی که فرمانده مسعود ترور شد. او اکنون با پوشیدن پکول پشمی، شال گردن و جلیقه ظاهر می شود. شباهت زیادی به پدرش در جوانی دارد و در رفتار و گفتار عیناً مانند پدر گفته شده است. به ادبیات، نجوم و فوتبال علاقه دارد، اما راهی را که پیموده خیلی متفاوت است تا مسیری که پدرش را احمد شاه مسعود ساخت. احمد مسعود ابتدا در ایران درس خواند، بعد راهی اکادمی نظامی شاهی سندرست بریتانیا شد. او علوم سیاسی و مطالعات جنگ و سیاست بین الملل خوانده است. احمد تازه چند سالی است که وارد کارزار سیاسی شده است. او در دولت‌های قبلی هیچ سمتی نداشته است، هیچ تجربه جنگ هم ندارد، اما هوادارانش امیدوارند که احمد یک مبارز ذاتی است.